دوستان گرامی، موضوع آخرینی که بررسی می‌شود این دیداری دسته‌های ریال مادرید و سویل است و ما طوری می‌بینیم در این رقابت باشگاه شاهانه 2-0 پیروزی به دست آورد. حتی ضد سویل که دچار یک بحران است، ریال مادرید با مشکلی این غلبه را به دست آورد و اگر ما رفتی بازی رو به حساب گیریم 5 سیو بسیار مهمی تیبو کورتوا بود. اگر همون هنرنمای اولی اونا میشد شاید سویل هم میتوانست با زدن گل ها دست یابد. من فکر میکنم در برابر سیوی کورتا همون سیوی ژوان گارسیا هم باید فراموش نکنیم. ببینید 10 نفره بودن ویلاریال چگونه سخت کمک کرد که اتومات هنوز بارسلونا همون پیروزی خود را از دست داد. در مسائل ریال مادرید هرچند که نتیجه تامین میشد ولیکن اشاره میشد که بازی عین حال به نظام خود ندارآمده است و مشکلات هست. ولی مهم که همون زمانی که خابی آلونسو را از کار رفتن تهدید میکنند وضعیت مقابل طوری شدن میگیرد، درست شدن میگیرد و این هم به فایده ریال مادرید است. ریال مادرید نباید در جدول همون تناسب 4 خاله رو کلانتر کنند، زیرا در صورتی به 7 و 8 رسیدن این تناسب خالها دیگر مشکل میشود در رفت موسم تا نزدیک شدن به بارسلونا. اینها تلاش میکنند که وضعیت را درست‌تر نمایند و با احتمالیت زیاد پس از همین تنفس زمستانه یگان نفری از جرات برداشتگان به میدان برمیگردد و با باوری باید گفت که وضعیت ریال مادرید خوبتر می شود و ببینید یکی از کاری خوبی که کرد خابی آلونسو این به هیئت وارد کردن رودریگو از مجبوری بود یا که از فشار بود یا از یگان چیز دیگر. واقعا رودریگو به میدان اومد، نتیجه رو نشان دادن میگیرد، امور تامین میکند برای دسته و علاقه از درکاری بودن خود برای ریال مادرید نشان میداد. این چیز خوب است و مهم باید همون ستارگان چگونه یک وقت با آسمان پرواز کردند و عموما در پایان کیرا نمیدیدند خابی آلونسو رو باید که با زمین فرآیند و در برابر دیگر فوتبال بازان معمولی باید با سرمربی یک کلکتیوی رو تشکیل دهند که یک همدیگر فهمی یک فضای دستوی باید تامین باشد. در چنین صورت ریال مادرید میتواند دیل خود است را شکست دادن. ما در ال کلاسیکو دیدیم که ریال مادرید چگونه خود بارسلونا را شکست داده بود. این خود یک فکت است، یک سخنی که به مخصوصان بارسلونا البته مخول نیست لیکن چیز روح داده که ما را دیگر کردن نمیتونیم. همین مشکلات فضای بیرون از میدانی ریال مادرید اگر که به درستی رفع شوند، علاقه ببینید یک نفر ناراضی میرود به لیون میپیوندد، اندریک دیگر فشار احساس نمیشود از جانب گروه برزیلیان و ببینید وینیسیوس امور انفرادی پست است از وینیسیوس و در صورتی که امور پستر است دیگر گپوی هم پس شده استادند. ببینید ولی از یک طرف برای همون بهبود بخشیدن فضای داخلی من فکر میکنم آلونسو هم اقدامات خوب رو پیش دست گرفته است برای اینکه پیش از همین بازی اون میتونست دستبند کاپیتانی رو با کورتوا دهد چون که کارواخال با همراهی والورده نبودند. کاپیتان سوم کورتوا بود اما او دستبند کاپیتانی رو با وینیسیوس داد تا اینکه همین جنجال ها ناراضگی ها به میان نیاید. اما چطوری نمره که اشاره کرد امور او به نهایت بد است. از آغاز ماه اکتبر دیگر او گل ندارد. اما گفته نمیتونن که مثلا حالا دسته ریال مادرید فقط یک نفر پیش میکشد. نه یک چیزی خوبی دیگر حالا اینجا در پیش است برای خابی آلونسو. این رو ما باید فراموش نکنیم. سوپر جام روزهای هفتم و هشتم بازی دور نیم نهایی میشود و روز 11 بازی فینالی میشود. خابی آلونسو امسال یک بار بارسلونا رو شکست داد با تجربه کمش در اسپانیا به حیث سرمربی و با کمبودی‌هایش در هیئت ریال مادرید. اگر این دسته بار دیگر به فینال برآید و با بارسلونا بازی کند در فینال احتمال زیاد هم هست که ال کلاسیکو روز 11 برگزار شود. ال کلاسیکو با اشتراک این دسته اگر خابی آلونسو در ال کلاسیکو بارسلونا رو شکست بدهد و سوپر جام رو بر زمین شکست دادن بارسلونا به دست بیارد یک بار برای مخلصان ریال مادرید اینجا دو دستاورد به دست میآید. هم در ال کلاسیکو غلبه کردن یعنی غلبه در ال کلاسیکو این یک دستاورد است برای مخلصان ریال چون که اونها در 5 بازی اخیر شکست خورده بودند تا همین ال کلاسیکو اخیر با اونجا نهایت غلبه کردند و جایزه دوم این است که اونها یعنی که سوپر جام رو به دست میآورند. سوپر جامی که سال گذشته با حساب 5-2 از بارسلونا شکست خورده از دست داده بودند و این غلبه میتواند که هم باوری دسته رو برای خابی آلونسو و خابی آلونسو زیادتر کند روبروی دسته رو و هم خودی فوتبال بازان بیشتر با او گوش کنند. این فکر میکنم نقش کلان میتواند باز اگر گفته شدم غلبه کند ولی اگر شکست میخورد پس اینجا ممکن که آخری کاری خابی آلونسو در ریال مادرید باشد. من پرویز من در کلاس با دوی اینها همین گونه اندیشه دارم که در راسته ریال مادرید حالا دو مشکلی خیلی جدی است. یکم از دست دادن بازیگران مهم با سبب اوسب، دوم این مناسبت تمام یعنی فضا
фазои дастаи Реал Мадрид ҳоло ноором аст. ҳамин гуна баҳои додан дар кор аст ки воқеан муносибат миёни бозингарон, сармураббӣ ва мавқеъ ба вақти бозӣ гирифтану ҳамин гуна дар утоқи либосивазкунӣ баҳсҳои хеле калон ба миён меояд. Ин якум. дуюм, бозингарон аз даст додан аллакай. Ин фикр мекунам бо сабаби худи гуноҳи Хаби Алонсо буд ки дар аввал омад, чӣ гуна ки Мбаппе гуфт бозингарон дар осмону заминро намебинам. Ман фикр мекунам ки дар аввал худи Хаби Алонсо ҳамин гуна буд. Вақте ӯ омад ба Байерро чемпион кард, омад аллакай ӯ дигар ин бозингарон тамоман назараш нагирифт, ба худаш система сохт, гуфт ки ин бозингарон дар кор нестанд, Родриго дигар дар бозӣ намедорад, ин меояд, вай меояд, инҷа бозӣ мекунӣ, ту инҷа бозӣ мекунӣ, дигар тамом. ҳамин гуна разборҳои баҳсҳои калон ба вуҷуд омадан миёни дастаи Реал Мадрид, фазо ба таври автоматӣ худаш ноором шуд. Акнун ин фазоро барои ором кардан худи Хаби Алонсо акнун азоб мекашад, машаққат мекашад. бале ҳамин дар кор бозӣ дар муқобили Барселона онҳо онҳо муттаҳид мешаванд. Дар бозии муқобили Барселона онҳо хоҳ нохоҳ барои худашон муттаҳид мешаванд, аммо дар бозиҳои дигар аллакай пароканда мегарданд. ин мушкили хеле ҷиддӣ аст барои дастаи Реал Мадрид. Агар ин чизро ба эътидол наорад Хаби Алонсо, ман фикр мекунам ки ин мавсим ноком мешавад. дониши хуби футболӣ дорад, ин барои касе пӯшида нест ва Имонбек чун маро аз Анчелоти болотар гузошт чанд лаҳза пештар, хатоам намекунад албатта. ман мехоҳам як чизро инҷо ишора кунам. мегӯяд болони Анчелоти чие барои ин? ташаккури зиёд Имонбек барои чунин унвонҳои ғайррасмӣ. ва як чизро ман мехоҳам ишора кунам ки масалан агар Хаби Алонсо бо ин мушкилие ки ҳаст бихоҳад фикр мекунам яъне ки онҳоро бартараф кунад, бояд ки ба таърихи начандон дури футбол таваҷҷӯҳ кунад. мавсими гузашта ё ду мавсими охири ПСЖ-ро нигоҳ кунад. онҷо чӣ гуна ситораҳои зиёд буданд, мушкилӣ буд. Мбаппе худро баъзе вақт ба ҷои президенти ҳатто на танҳо ПСЖ балки Фаронса мегузошт ва ҳар чӣ ки мехост мегуфт. даста бояд ба таъби дили ӯ мебуд, бозиҳо ҳар тавре ки ӯ мехост пеш мерафт. Аммо Энрике бубинед ки чӣ кор кард. як ҳамаро ҷавоб дод, сар карда аз бузургон, баъдан Неймар, баъдан Мбаппе ва ахиран то он ҷои ПСЖ-ро оварда расонд ки роҳбарияти ин даста ба ӯ дил доданд ва мехоҳанд ки бо ӯ як шартномаи якумра ба имзо расонанд. ва Хаби Алонсо фикр мекунам ин таҷрибаи хубе аст аз ҷониби Энрике, метавонад аз он як дарси бузурге ҳам бигирад. برای با جواب دادن کیلیان امباپه وینیسیوس جونیور نه تنها باید فضای رئال مادرید از پس‌ژ با کلی فرق معین ضرورت خلاص. ولی پس‌ژ در یک جا موفق نشد. با نظام در آوردن نمی‌شود الکای. برزیلی ها در کجا موفق نشد؟ در جنجال‌های سعودی زد امباپه. الان که مجبور پول میده. خب برای شیخ‌های عرب فکر می‌کنم که مشکل نیست پول دادن. دیگر مغلوب شد در سود. بعد لیگ چمپیون‌ها رو مغلوب شد و اول دعواهایی که امباپه داشت 260 چند میلیون رو تشکیل میداد. این زمان 60 در همین شرایط یک تنگه دادن هم خود ننگ است. در همین شرایط 61 میلیون این مافیا که اگر با این گونه گپ زنیم، مافیا که در داخل دسته رئال مادرید است، این برزیلی‌ها فقط یک گروه جدا شدن. مافیا خود رو به قول ادامه میدن با سرداری وینیسیوس جونیور. اکنون این مافیا رو با مافیایی که در بازیگران که اروپایی پراکنده شده است. اندریک میگم من اندریک رفت و فکر میکنم که اونجا دیگر برای رودریگو اندریک بود آخر در اینجا وینیسیوس فرق ندارد. او هم عضو همین مافیا بود و او رفت الکی ضعیف‌تر میشود. شماره‌شون کم کرد. رودریگو را قانع کردند ولی در رئال مادرید برزیلیان 10 تا هم باشند. در رئال مادرید ارزش پرینسیپو دویم باقی میمونن، سرمربی از همه بالاتر است. ببینید در همین جنجال‌ها هم وقتی که نتیجه رئال خوب نبود، همه طرفا روبریت به آلونسو باور میکرد و وینیسیوس را تو فروختنی بودند. رئال مادرید رو ما میدونیم چگونه با ستاره‌ها انظمه خیرآباد و از همون گسیل کردن ستاره‌های خود چهره‌های دستان، اینجا یک پرینسیپ است. دسته همه وقت از یک بازیگر اینفریدی از یک بازیگر عالی بالاتر میستد و اینجا این قانونی که در کاغذ نوشته شده است، اما در مناسبت در همه دیگر است. مثلا وینیسیوس جونیور کی است که دست برداشتن میگن که کی است؟ ما در مقابل خابی آلونسو ما دیدیم مقصود عملی او چگونه بود. حتی کار که برآمد و فقط اون رو گردوندن آوردن گفت خیر دقیقه دیگر شیم بعد بحث رو ادامه بده. این معنی اون رو داره که در اونجا واقعا مناسبت و ایران است. عذر کی پرسید؟ عذر وینیسیوس جونیور پرسید. در پیش سرمربی هم در پیش پرزیدنت ما گفته استودم که در رئال مادرید ارزش باشگاه بالاتر است. مفکوره اندیشه این چیزها که وقتی که در مقابل اراده تو کار میکنند این نفر اندیشه دار میرود به یک دسته دیگر اندیشه یک چیز دیگر گپی مومبک اینجا درست است. گپی مومبک درست است که سرمربی نفر اول است در رئال مادرید. البته این چیز تو دوره کارلو آنچلوتی بود واقعا. حالا این مشکلی هایی که هست، این مشکلات تنها در دوره خودی همین خابی آلونسو با میون اومد. البته زمانی سالاری در دسته رئال مادرید کار کردن یک مدتی بسیار کوتاه این گونه حالت بود.
او میخواست که با ریال مادرید موفق باشد ولی دیدیم که نتوانست این کارو کرده. از عهده رهبری کردن بازیگران ستاره ریال مادرید نبرآمد و بعدا او رو در حال جواب دادن از ریال مادرید. حالا خابی آلونسو همین گونه وضعیت داره در ریال. با اومدن خابی آلونسو همین مشکلی نبود در ریال. بازیگران سطح ریال مادرید هم خطرناک هستن. مثلا ما دیده بودیم که بنیتس رو چیکار کردن بازیگران. چگونه او رو از کرسی سرمربی به هر حال من فکر میکنم با آلونسو همین موسم تا با آخر امکان میدین تا با آخر کار من فکر میکنم که همین سوپرکوپ سوپر جام برای او تاثیر بعد از این خلاصه براری کرده میشه چون که اولو جایزه های مهم از دست نرفتند چی در لالیگا این تفاوت 4 امتیاز رو در ببینید که پیش چقدر بازی ها هستند بیش از 20 بازی اون رو جبران کردن ممکن در لیگ چمپیون ها با 8 گونه اول داخل شدن ممکن است. من فکر میکنم جام اسپانیا در پیش است. اونجا باور کنید کلیان امباپه اگر همین سه بردار دسته ریال مادرید نتیجهش تمام نشه خب چون کلیان امباپه گفتید بیاید به همین موضوع برگردیم. امباپه رکورد رونالدو رو از حساب گل ها در یک سال تکرار کرد در ریال مادرید. رونالدو سال 2013 59 گل در یک سال تقویمی در بازی و در حیاتی دسته ریال مادرید به هدف رسونده بود و امباپه راستی من که همین بازی رو شرح میدادم بجو از جایی که در کار است در کار نیست ضربه میزد به خاطر آنکه تستر رکورد رو تکرار کند. وقتی از پنالتی گل زد این تقریبا آخری بازی بود و بعدا باز دو سه حالت دیگر باز از دور کوشش کرد ضربه زدن گیرد. میخواست من فکر میکنم خیلی زیاد میخواست که گذرد از حتی از همین رکورد رونالدو. حالا یک چیزی عجیب دیگر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد درباره اینکه هلند رکورد رونالدو رو در انگلیس شکست از روی گل‌های 104 گل اگر خطا نکنم در انگلیس زد و امباپه باشد در یک موسم تکرار کرد گل‌های رونالدو رو در ریال مادرید در لالیگا. ولی برای چی رونالدو رو فقط نه فقط اینجا یک چیزی بسیار جالب است که حالا اونها رو مقایسه میکنن با کریستیانو رونالدو چون که اونها یعنی کارهای کرده رو تکرار کردن حتی بعضیا گذشتن از این. اما شما ببینید که رونالدو در سین سال این فوتبال بازان الکی لیگ چمپیون ها داشت. خب توبی تیلو داشت در انگلیس در یک موسم تمام جایزه ها رو به دست آورده بود و الکی بهترین فوتبال باز دنیا بود. یا مسی رو مقایسه میکنم با این فوتبال بازان. مسی در سن 23 سالگی الکی 4 توبی تیلویی داشت. در این باره فکر میکنم مقایسه کردن اونها خیلی کاری غلط هم هست. هرچند این فوتبال بازان همیشه بروسو واقعا در فوتبال نفران اول هستند. درست است غلط نیست. مقایسه کردن 100% درست است. با مسی و رونالدو مقایسه کردن امباپه در همین شب روزو امباپه و هلند در سین و سال امباپه پنجمین توپ تیلویی خود رو گرفته بود. امباپه برای لیگ چمپیون‌ها برای ریال مادرید اومد کنه لیگ چمپیون‌ها در همون حالتی که رونالدو و مسی توپ تیلویی میگرفتند در همون حالت کلیان امباپه و هلند بودن اون توپ دو تقسیم کردن نمیشد نبودند یقینا در همون سال 2008 سال جوانی برآمد سال 2008 امباپه در کجا بود 2008 سال کجا بود وقتی رونالدو توپ تیلویی پنجمین و هشتمین توپ تیلویی را مثال و هشتمین توپ تیلویی مسی کی گرفته بود از در همون مسی وقتی که آنها میگن چگونه باید اینها رو کلاس ببینید وقتی که دستاورد انفرادی رکورد تکرار میشد از هوا تکرار نمیشد کو همین نفران به طور ارزنده تو با می رکورد رسیدگی فقط یک رکورد فقط یک رکورد همه چند رکوردها از روی یک چیز دیگر رو ما باید فراموش نکنیم دوره از رکورد رونالدو گذشته بود با 3 گل بهترین 16 وقتی که دوره‌ای که کریستیانو رونالدو در پرمیر لیگ انگلیس بازی می‌کرد و توپ تیلو رو به دست آورد بازی کردن برای سلامتی نه بازی کردن برای حیات فوتبال بازان خطرناک بود اون زمان دفاعگران خطرناکی اگر بازی می‌کردن وقتی مارادونا مرگ بود خیلی خطرناک از همه بله کوکورلا بهترین دفاعگر میشد و در حیات منتخب ایمومبه کوکورلا بهترین دفاعگر وقتی که مالدینی بود وقتی که مثلا سرخو راموس بود بازی می‌کرد نستا بازی می‌کرد بله این دفاعگران بازی کردن وقتی بینودین بازی می‌کرد این سخنای شما کامبک کردن با اون گپ من خیلی است وقتی که مارادونا شتم می‌خورد با قول با گپ مردکی اوز مسی اگر دو بار خیلی شتم زدن می‌مرد پپه براموس از دفاعگرانی که بازی مارادونا بازی کرد خطرناک‌تر نه تو در وقت مارادونا نبودی ما هم نبودیم خیلی ما می‌بینیم اون نوارایی که ما دوز نمیدونیم بسیار وضعیت‌ها را این حال در نمیدونیم در اتاق لباس پوشکنی ریال مادرید پس نواری کی را دیدن زمان یک تلویزیون نبود تو چیکار نوارا می‌بینی خطرناک نبودن برای مثلا در کجا تلویزیون نبود تلویزیون نبود سالهای 72 بحث تو میدونی چی معنی داره رونالدو بهترین بازیگر است کلیان امباپه عین حال گپ سر چی میرود شما از منطق بس دور نه سوال جواب ده منطق در کار نیست سوال جواب ده در فوتبال حاضر امباپه بهتر است در عین نه حاضر نه در عموم در فوتبال در عموم البته حاضر رونالدو در کجا بست پرو لیگ عربستان سعودی رو بر لالیگا مقایسه میکنید شما
حداقل با فکر رونالدو از لیگ یک فرانسه یعنی که برای شما عین زمان سال 2025 مباپه بهتر است از شاید از سال 2018 فوتبال سر کرده. در عموم اگر گیریم در عموم رونالدو و مسی خدمت در فوتبال کرده عین حال نه خدمتشون رو مونید عین حال بهتر تکاس هر دوی اونها رو مقایسه همین خیلی سوال دادی همین خیلی سوال دادی همین خیلی جواب میگیری من فکر میکنم که مومبک از بعد کرونا ویروس فوتبال تماشا کرده است نه تو کرونا ویروس مخلص فوتبال نبود شاید مخلص UFC بود همین بزرگی شما بزرگی اینا هم پیوند است به تاسیسیابی همین تلویزیون و به همین شورش شدن اینها از ورسن وینگر و از انچلوتی بالا دونستن خود این معنی همین رو دارد فوتبال از همون دوران بود در وقتی که اوروگوئه چمپیون جهان اول بود فوتبال بود از همون همین بزرگ بودن که خودت گفتی مومبک بالاتر که سالهای 70 80 تلویزیون نبود سالهای 70 آخر این در کجا تلویزیون داشت نه سخن من در کجا داشت سخن درباره این نمیره میگه که من سالهای 70 تلویزیون تماشا نه من نگفتم این مومبک تو گفتی بازی‌های زیادی مارادونا ثبت شدگی هستن اون بهتر نه بازی‌های زیاد مارادونا در کجا هم می‌خواد تماشا کنه چمپیونات جهان سال 1986 رو من تماشا کردم فینال در کجا تماشا کردی در یوتیوب در اینترنت در همه جا هست در شبکه‌های تلویزیونی هر روز پخش می‌شود تکرارا این خیلی بهانه پیش نمیاره خیلی عموما این خیلی گپایتون نه همین پس از بیماری با کرونا ویروس نه بیماری وجود ندارد بیماری در وقت کرونا ویروس من فوتبال نبود فوتبال من کرده بودن فوتبال بستن چمپیونات بلاروس رو هم وقت تماشا خیلی سال 70 در جا تلویزیون داشت سال 70 تلویزیون داشت سال 70 یک سال پس پدر من تولد شده بود این تلویزیون نداشت نه تشکر زیاد